خانم برو آقا مزاحم نشو. مزاحم که جنس دارم واسه فروش. چی داری؟ میز شکسته. میز شکسته رو بده عمت مرتی که من آتش خال نمیخرم. زیورالات داری، بدنیجات داری، صورتیجات داری، خریدارم. یکم کهنه شدن ولی چون مشتری دائمی هستی برشون میدارم 30 گرم. چی؟ سلام عزیزم، من اومدم اینو بفروشم. وای عزیزم چقدر خوب و تمیز نگهش داشتی. این قشنگ 5 کیلو وزنشه، خوب میخرم ازت. مرسی. خانم چجوری این 30 گرم این 5 کیلو؟ چطوری تو قدت 30 سانت زبون 2 متر همون جوری؟ لطفاً پسر قد کوتاه نیان سمت وانت من. مرسی. لوازم اکریلی، خردریزای پولکی، یونیکورن و هلوکیتی خریدارم. من یه چند تا لاک و رژ لب و ریمن خوش شده برات آوردم. مرسی عزیزم. بجاش بهت نمک صورتی هیمالیا میدم سریه برام کریستال درشتر صورتی ترشو برات میارم. دمت گرم. آخه خیلی معطل شدی خسته شدی نه؟ ما غلط بکنیم خسته شی. رفته بودم قوپ خوراش خرید کنم به مناسبت جشن 12 سالگیش تا یلدا یه جشنواره داره 12 تا سوزوکی بالنو جایزه میده. الانم هرچی داری سری بهم بفروشینا چون سوزوکی بالنو رو که ببرم میرم پشتشو وانت میکنم فقط هم میرم محله های لاکچری دیگه اینجا پیدا نمیشه ها. این اسپیکر JBL رو دیروز خریدم خدمت شما. به جاش کبریت هلوکیتی میدم. منم سرخونه مامانم آوردم 2 روز خریدتش. این نمک صورتی هم برای تو. منم یه لباسشویی 12 کیلویی همین امروز خریدم هنوزم تو کارتونه میرم اونو بیارم. مردی که خودشیرین لباسشویی تو بالا که اینجوریه منم. لوازم منزل داری، اساس منزل داری، بیار تو کوچه اگه جرأت داری. سلام. سلام زهر اسپیکر آوردم.